خیلی لالا 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 بخزین شما میگم لالا شما عامل ضربان فکر ما هستین ها؟ باز چی کاره؟ باز چی کار شده؟ باز چی نه شما با فکر ما هستین تو برار منی ما به فکر تو نباشیم به فکر کی باشیم؟ اشتر نیم لالا با فکر ما اگه با فکر ما می بودیم 2 شب 3 شب دیگه به عروسی ما مونده خصوص مزن به پیش من نمیگذاره حداقل میگفتیم همین 2 شب 3 شب به عروسی ما مونده میزن بگذار به پیشیو اینا هم هرمون مراد دارم اینا هم نامزاد دارم انا عباس به چی نامزاد داره نه چند وقت میشه زنه به بغلنه زن خود میبره به شیریه خورده به رستوران 5 و 6 زن خود میاره به خونه خب از ما نه خصوص ما آدم قدیمه خصوص ما به دختر خود آدم قدیمه به بچه خونیه سیکو برار خوبه گردم همه مردم یک رقم نمیشه خصوص تو که هست 100 دفعه من همی گپ بری و بگفتم گپ پر گوش نمیکنه اگر از این مردمان حالی بودی میفهمید که همی بچه و دختر هرمون مراد دارم که هم دگر ببینم خودم بشینم 4 روز مثلا اگر بفهمم یه اخلاق ازی بفهم یه اخلاق ازی بفهمه از اون مردم قدیم که بوده این گپا نبوده او از این بر مرتکب پیشکش خور میداده از این بر عروسی میکرده زن خور میبرده اینا حالی به فکر قدیمه حالی این گپا نیه حالی من اون روز به من بگویتی من برفتم زنی هم شیشته به خودی هم به زیبا گفتم گفت این گپا به درد ما کاکا نمیخوره هر دمه که حساب بر خلاص کردیم عروسی خوربک کردیم او دم حق داره که بیایم میگم من نامزاددار شدم تا 6 7 ماه گوشی نمیخشتم که ببرم خودی نامزاد خودی کلمه گپ بزنم این تنبو شده به می دنیا شما هم این تنبو بدیدیم که کسی 3 شب 4 شب عروسی بو من نفسارم به بیزانیو خب حالی خود یعنی ما همین ارمون مراد همین نامزادداری همین زن و شو به چیه؟ ها از این نامزادداری خوب چی رقم اینو لذت ببرم چی رقم استراحت نامزادداری بکنم استراحت نامزادداری ببینه که ما برداورد کنم یک سره ببرم به خونه اینا یعنی میگی من چه کار کنم برو حالا بریم به پیش همین خسرمه به خسرمه بگیم همین آدم همین رمزون گناه کرده همین رمزون چه کار کرده که بچه تو نامزاددار عباس 24 ساعت زن خور به ایواری بر میبره تو برار من نمیذاری همین گپ پر میتونیم بگیم اگه از وقت مثلا معامله عروسی به دست داده نبود هر کسر 4 روز بعد عروسیه یاری برو تو هر دمار به پیش از آدم ری میکنی گپ ما رو آدم گوش نمیکنه فایده هم نداره این دفعه بریم برار خب اگر گوش نکشید گپ شما عروسی خور میکنه خب اگر دیگه همین خسرمه به سال دختر خوردید به سال یک دفعه دختر خوردید بگیم رمزون تو آدم نبودی یاری میگذارم دختر نار میبرم به در سرای نو تا میکنم نماشون میبرم به در سرای نو تا میکنم خفتن پس میرم برای بیرون میدارم میارم که دیگه به طول زندگی به جونا پندشه که خدا دیگه به جونا 100 تا دختر بده دیگه این کار نکنم همین لالای دفعه خاطر تو میرم ولی فکر نکنم گوش کنه خودتور تو میگم آدم قدیمه او بگی که پاس هر بدر نمیکنه فقط میگه نه فقط عروسی کنیم اجازه داریم دیگه ما چه کار برم نه عروسی خورم بکنم اجازه نداشته باشم به پیزم خورم تو دیگه ما رخه و هم بیدار کردی که وقتی که من نکنه رخه و بخزین نه خود دیگه ما رو بیدار دیگه گفتیم استراحت کنیم اوه خیلی والله اگه کسی به فکر آدم باشه که ما هم اینجا نامزاد داریم هرمون مراد داریم کسی نمیشنوه میدم در میزنم تو هم مدام کلوانگ گوشی خوبودی گوش سنگو کی نه زود با اما سلام علیکم سلام پیار تو بخونه هم؟ بله یا بفرمایید خیلی کسی نیه؟ نه بفرمایید خوش آمدید زنده باشید یالا بفرمایید بابا بله سلام علیکم سلام علیکم بیشتری کوکو خیریات خیلی سلامت شما جوره بیشتر هستین الحمدلله در پا شما خیریات و الحمدلله از طرف شما خیریته شکر سلام علیکم زنده باشید
خدا شکر ساعت دیدی. زنده باشین بام خونه بدم. بله یا. مار خب والله میرم از اون میت کل هست گپ زده سر خبر. چری؟ میگم دو شب دیگه سه شب دیگه به عروسی مونده تو چرا خودم خسور مگاب نمیزنی که دو شب سه شب دیگه که مونده میزنم به پیش من نمیگذارم. هر روزی که ما خودی اینو خیشی کردیم حتی نه تا 6 ماه 5 ماه 6 ماه که نه تا نه تا ما به تلفن خودی بدم. ما حالا کاپ به تلفن گذاشتم حالا نمیگذارم که این آدم بیاد پیش میاد بیاره چای بیاره یک کلیمی خودی استفاده کنه یک کلیمی یک کلیمی که از امروز زندگی مو خبرش از امروز زندگی از ما خبرش. گفتم من دیگه پس دفعه خسور تو گفتم خسور تو قبول نکرد. بازم متعاقمی حالی که هستن دو روز دیگه سه روز دیگه مونده همه حالا کم برو. حالا میگم آدم که سعی کنم شما چی میگی؟ همین هم جوانه. همین هم دل به دنیا داره. همین هم دیگه چیزی ندیده دیگه همین زن خوردی میگه دیگه. نه بابا نمیکنه. سعی کو کاکا چی میگم من؟ هر کس رسم رواجی داره. من نمزاددار شدم تا شبی که عروسی خور کردم من همون روزم خور ندیدم. خیلی. من تا پیشکش بودم عروسی کردم بیاوردم بخونه او وقت زن میشد. خب شما خوب گپ میزنیم رسم رواج قدیم کاکایله کنیم. شما همین بچه خو عباس رو نمزاددار کردیم همین عباس رو به نمزاد بزی نمیره به بیزن خونه میره. خب اون سیوای اون هر کس اختیار خود داره. هر کس چیزی داره. من اخلاق دارم دو تا دختر دیگه عروس کردم. شما میتونه برای شما بره بپرسه که همین از بازوها خود بپرسه که همین خصوص تو خودت تو چی رقم؟ گندر آمد و شب عروسی خویت ندیده خورده. خب نکنیم ایتا گناه داره آخه. شما بابا من این اخلاقی دارم نمیدارم خوش ندارم. شما چی میگی؟ ما چه کار باید بکنیم؟ سرکو کاکا از این بیشتر من به عذاب نکنی. برو به فکر عروسی خب عروسی برار خب باش که عروسی بخیر به رای نزنی. کرای گپای سشا و چارشه و اینجگاه اسم نگی. بچه ما که میره و اختیار خود داره. خصوصی رازی همون تو خودی هم توافق کردم. آقا دیگه ما باید که اینا جواب عروسی رو از ما بسخوندن. شما دیگه سه چه بعد دیگه به خیلی خیچی عروسی میکنیم آدم خوردی داریم میریم دیگه. این چیه کرایی نمیکنه کاری آری دوبار ما بیاییم. باز پیار و خوش نیه کن دوبار خوش من سری کاران ندارم از این بیشتر نور با جنجال ندارم. وقتی برو با فکر عروسی برار خب ما را یاده کنه. خب خیلی باشه کاکا جان. خدا حافظ خیلی خیلی. خب خدا میسپره. خوش آمدی. خوش خدا آمدی. حافظ. خدا حافظ. لالا بیا آمدیم. چه کار لالا؟ لالا چه کار کنم؟ این آدم تو من به خو نگذاشتی از خو بیدار کردی هر چه که میگم اصلا قبول نمیکنه. چی میگه؟ میگه لالا بریم عروسی خود بکنیم گپ بعدی همینه. هیچی میخوایم بیشتر شو چهار اصلا یک ساعت میگه باشه من قبول ندارم. چرا ما آدم بریم؟ گفتم بچه تو عباس آخه میگه ما با بچه عباس کاری ندارم. او اختیار خود داره اختیار. خلاص گپ همینه برای خود گردم که میگه بریم عروسی کن. عروسی کن میکن. سه شد چهار شد. سه روز دیگه مونده 4 روز دیگه عروسی. دیگه من هرچی هم که کوشش کردم هرچی هم گفتم اون بچه خورد از جام از طرف پیار خود. بعدی که بگه خیلی غمی نداره همین داماد من چه کار کنم؟ نه. او هم اکثرا میگفت ما رسم ما این غم نیه. پیار میگه ما خوش ندارم که داماد به سر ما بیاد اصلا. خوشی بکنه نبود. نبودن. اگر بود کم ندیده بود. کم پیش. سیز گپ نیه. اگر من دختر خورد به قیامت ایتا به سال اگر دختر خورد دیدم والا اگر رمزون تو بیخی به دنیای خدا نمیفهمی بفهمیده به خدا لالا شما خوب به قرار منه از ما علالعبدی دق نشیم ایتا به رسونی گپ به دختر خورد نمیدونم گوش کرد. من اینا هم بدل من این احوال دیگه از امروز اول خدا که من نمزاددار شدم اینا تو بال خدا نمیده کش و وش کنم بفهمیدین خیلی باشه بریم بخونه خیر بینیم نگو به جای نرو. نه به فکر عروسی خوش شد. این آدم دیگه جواب گوش نمیکنه. فایده هم نداره. کجا دارم تو برو بازاری نری در سر ندار زنی که من کجا برم من اگه برفتی خود شما رو رایی نمیکردم چه کنم از غم تو چه کنم از غم تو همیشه با چشم ترم خوب کودش بدش اول و در بدرم لیلا 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 مجنون کردی تو ما را آوارم
بیچارم جانا گل خوشبوی منی یار مروی منی سوی گل های چمن بی تو کی می نگرم سوی گل های چمن اپاچو بورار منی آی لیلی لیلی جان Siga poi, isto su acqua con il... Io adesso su acqua, che mo la c'ho. حالا سو وقته Io adesso devo chiamare acqua, ma che anche non su acqua. نه یارم خونه Chi? یارمه Ya me. ها دیگه فقط در یک ساعت و 15 دقیقه 47 ثانیه میشه. از حالا بیرون شدم گفتم بابا من چرخ سر زمین خبر بگیرم. انا دیگه هیچی به هیچی دیگه. دیگه این پیار منیه خیلی کارا خراب میکنه اشته؟ کار خوبی نمیکنه چیکار کنم؟ همین رمضان نمیگذره کی؟ رمضانه تو ما خود دیرو بودم بگفتی بودم. چه ریته میکنه آخی؟ کی؟ 2 روز بررسی مونده آخه 2 روز مونده همی که از او جلوه کنم یک دیشتگ حالا که بگذاره 2 روز مونده که بیایم خونه بیاید دیگه حالا همی تاساق خراب میگیره دوماد بد میمینه نه یا به سرم من نمیفهم بابا. گو چرا اگه نه چه کار میشه مثلا؟ آخه دقیقا بیایه کم دومان رزی باشه و سوار زمو داده مانم بگذارم خونیم و بیایه دیشه ما به سرا خسول خوب بیدم همه زمان قدر و عزت گرفته همه زمان احترام دارن که نکن والله اگه من طالق بگفته باشه که پس نبسوفی خسور تو فرق میکنه. خسور تو جامون جایله میفهمه پیارمو و شما نمیفهمه کومندم کوینسالم نمیفهمه پیارمو چی میگه؟ میگه برادر کمر داری من روزباددار بیدم میگه من شو که براتون پوتکی به سرا خسور خب نوزباد بزی و بالا دیوار برای دنگتی شو خراب افتادم بالا قالمقدون ملغا دو تا مل متک بزی پا من خفه شده متک من نمیشه گمم و الغار به گوش کردم از اینجا میگم دومات فقط بیاید دمی که دست دختر من بگیر ازم بگه آهسته برو تا نکنی پامالش آستا برو دومات پیرم آستا برو باشه ارسی کنم خدا دیگه هم دانر ببینید اگه یک زمین بون سرا و بکتیش دور هر چی مستی بود مال سرا خسور خود مادر رمضان زنگ زد چی گو مادر رمضان؟ گفتگ عباس گفتگ برو تو به سرا برو با پیاف برو شاید تو ببینه تو گیلا گفتگ گیلا کردم بگو حداقل بریم بگیم شاید امیر رمضان رو بگذاره بان گپا شما پیار رو مرغ مردر ببینه تو من نمیبینم دنیا که بعد پیار رو بیای از من و تو و باز یک گفته نمیکنم بلکن بگذاره خوب تو کی بگم؟ هردی تو میرم و پیار ما میگیم ما؟ میگه امیر رمضان رو بگذارن چه کار میشه با من میگه با تو چی؟ فوزو با تو هم میگه با تو چی؟ فوزو سرا تو با چی؟ چهار تا به خونه برو ما میری پیش بابا سر زمین شیر مادر تو دیگه این زن داره من ندارم نمیدم بیمه میبیم نیه به من بدم تو شیارم کمر نمایه میگن تو که بود داری Yolla. יאללה. אני دیواله سکنده. آدم باش کسی دیگه را مقبول اساس نمیدونی کنیم چند متحرک بکار داره چند کسی سمیت بکار داره. همین راست دیوانه دیگه. همین راست دیواله. او بر که دیگه نیه. او برام هسته. بس نمیته. آنی تو خصوصی کنه. این فقط امینا همه باش کسی. سه مشکل ندارم سوی مشکل نداره این برای شما تیار میکنم که مقبول مرتب همیت پس همیت نوار رومی میکنم برای شما اساس اساس که آماده به رنگ اگه وقت اگه رنگ هم میداده این درجم رنگ دیگه خب گپی نیه چند نسومی با خدا دیگه اگه حساب سه کنه حالا ما میفهمیم که خود شما چه کار میکنی؟ همین دیواله ما این بخیر خوش بدون ممین لالا که سنان زنی کافر ما کار نداریم کجا میبری؟ میرم استرا من خاطر مادر داماد رمضان زنگ زده گفتن تا به سرا برو زنگ زده کار دارم خب نه رو میشه بس خیلی ببینیم با میایم بخیر خیلی خدا فست رفتی خوش لطفیت خدا بگو باقی با کار بدون زنگ زده میام خدا خب این فقط بعد که من شما بگم یک 5 کیسه سمیت مایه 5 کیسه دو موتر هم ریک غلبر کرده بفهم ریک نرو بفهم
دیگه این برای شما بگم یک متحرک مایم بریک قلبر کرده بله. یک 5 کیسه ثابت مایم خوب. این برای شما میتونه دسته گل مرتب تیار میکنم که یک وقت اگر رنگ هم میدادین دیگه دلجم باشین خوب چند جوری شما با خدا دیگه چی بگم حال شما همسایه مالین مال دیگه جا هست 130 140 ما کمتر کار اجرا نمیکنیم خود شما میفهمید ما شغل خود مسنکریه چون که خود بچه هستم ما برای شما میبرم همین کار انجام داد خوب دیگه حال باز شما دیگه هرچی خوش دارین دیگه چیزی باشه که دیگه مراد مردشته باشین دیگه حساب همسایه داره بس 120 روپیه خوبه 110 خوبه هم یک سدی پاکده حساب کنیم والا چیکار کنیم دیگه حال شما دیگه همسایه همسایه مانیم با داری شما دیگه. دوست دارم با خدا دیگه چی بگم زنده باشه باشیم سه برام. مشکل نداره از صبح صبح بخیر بچه ها میگم بیان دیگه شروع کنم مگر اینا تراش کنه میبینین آره، اینا اینا به تراش فیصلی کنه. اینا مگر آه، تراش آه، کنه کرده. با سیه خب کار هم ریدایتی چای بخوریم قربان شما خیر بینید خدا آباد خوب. ما برم که دو جا دیگه هم کار دارم خوب. بخیر صبح بچه ها رای خوب، میکنم خوب، رای. بله شما رو به خدا بسپارم خدا حافظ شما